نرو باشه بدر شو چرا؟ دو دست دو پا دراستر برم میخزیم یکم یک ترمز چای خودم یک پیاله کو بریم میآوردی دیگه ما از صبح میبینی با سرم یا دری دارم خوب دستکلی برم میخزیم یک چیکار شده سیکو چی میگم به تو وقتی برو به پیش ماما جبار خوب برار گیلک بفهمیدم بگو پیرم سلام گفته بعد از سلام گفته همین حساب همین پولا ما چکار شده ما به شما به من خط دادیم که بعد از 3 ماه ما پولا شما رو میدم ما گفتم 3 ماه خیره 2 ماه دیگه به شما اضافه کردم که 5 ماه شه 5 ماه 2 سال شده امروز سر صبح شرف الدین به من زنگ زد به خاطر پول این موتور هر چادان بدر شد به خاطر پول به ما بگو ابری سیاد بربرختون همین کلمر خراب کرد که گفتم برو میرا سر بالا کنم بزنم به زمین برو هر جا که ماما جبار دیدی بریو بگو این پولا پیار من میگه چکار شد ان 2 سال از وقت تو تیر شد خوارزادی تو برای افتاد آخه خوبه بفهمیدی چی گفتم بفهمیدم ها بگو هر رقم میشه پولا مرتیار کنه سکو یک چیز دیگه دختر رمتالی بدیدی کسی به نسیه بده یا به مفت بده من برای اینا لطف کردم 3 سال دوماد ما اینجا نمزاددار بود بیا مادم با ما گفتم با پول ندارم بازم ما گفتم خیره روی اینا رو به زمین ننداختم عروسی دختر خور بدادم گفتم برم برات کار خو حالا کم برات پیرا خو مگر پا خلیس کنم برات اینا بده او به خاطر پول میبینی مردم ای به من چتیات میگه حالی من چکار کنم چکار همینه که اگر میشه که جبار ندیدی مستقیم بگرد که تو دومات خو گیلک پیدا کنی به دومات خو گیلک بگو پیار ما گفته به هر رقم میشه پولا مرتیار کنی که میام برات پولا خو خوبه میگو بفهمیدی چی گفتم برو دیگه پیش رو ایستاده نشو من 4 تا دختر دیگه دارم من اگه پدر داشته باشم که 50 روپیه پیشکشای اینا بمونه اگر من جواب عروسی بودم که بس که اینا مر به ستو آوردم اگه تو کره مکره بایو اگه تو نوره مسافت لایو اگه تو کودکی شرمت میایه اشاره کو که من پیشت بیایم سوریا چاره هم کن بخنجر پاره هم کن اگر از مبدی دیبی بفایی بکش خنجر سرم 100 پاره هم کن به 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 شاه آمد و شاه آمد شاه آمد و شاه آمد گیپک جو از راه آمد گیپک جو از راه آمد شاه به دروازه رسید عروسی نازدانه را دید شتن گیپک اشته بیدن خوشومه خوب بیدار شکر اشته بیدن پیار تو خسور مشته نه اشتری گله خوبی شکر فضل خدا اشتری خوارمه خوبه شکر تید تیاره اشتری خوارزادی حالا میشناته من بابا گیلک نمیگه بابا مادر با میگه بابا بگو گیلک مقبول بابا میگه چشمای فقط چشمه میگم یا بیت به عقل کمال خود از به من کن نمینستم اون تو حساب عقل کمال خود کمک شیرین عقلیه میگم زنده بشی کجا بیدی گیپک؟ به سرا بیدی پیار گفتم برو یا جبار دیدی یا گیلک دومات خو سلام بگو بعد از سلام خوبه بگو ما کاری روی هم نمیشه دیگه چه کار کنم پیار گفتم برو به گیلک بگو دیگه گفتم همون پلا میشه بعد خاطر وی ماما سکیل نستوندی اسمی یال حیات نبرفته شما هم مرتگاه که سکیل خریدی اما ما خیلی برزاب کده اگر مون پلا داره من پیشکش شما مونده بود امونا بده گیپک جو سیکو براره گلمه سیکو به سر تو دارم خوب که سر تو رو مال مرتکه 100 لک دلار بده و بالای می گساله نمیدم یعنی از زور تو رو مگذر مایو خوب برار امی شاید که چند مسابقه تو انا همی 3 ماه کنه میشه 22 روز میشه نه 2 ماه و 22 روز میشه انا برفته برار مجا بار ما کن نماستیم هم نانیم بگو گفته اگه نه
بچه خور بگردم نست و به کار نیه. همین خدا وست از همسایا چیز چاره بخون میستون خیره باشه. برفت برار بم 1,20,600 روپیه. بفهمیدی؟ گوی خریدم. ها تو هر دفعه به سلام بیا میدی گو ندیدی گو به سرای گو سیاسفید یا نام خدا میته گو کتی کمال 15,600 با مس فایده میدادم برار من نداده. انال 1 روپیه گیپگ اگه تو به می کیسه ها میدیدی حرام باشه. اگه قبول نداری بیا بپل کیسه همه. میفهمون دومو. میفهمون وضعیت شما خرابه. کشمیشیه؟ میگم حالی پیرمه بود یک چیز دیگه گفتم. همون خطی که شما ندادی. برات تو گفته بیده 3 ماه. پیرمه 2 ماه دیگه اضافه کرده بیده. 5 ماه خبر دارم. بعد شما ایتا کارا میکنی. با اصلا پیرمه خراب میشه دیگه. خب چیزه؟ خب چه بینه میگی به پیر خود؟ می برو پیش بلال به جبار. خب چی برون به اونجا برون خبر قلقه به پیش تو خبر قلقه خوب چه باشه؟ خب نه برال مجبور بلکن به تو خبر قل مینار بده. برو. او داره. سایکو همه تا مستقیم میفهمی کجایه؟ کجایه؟ به خیالم که برای گفته که ما برم یه خبری از گو بگیرم به خاطر که گو دیشب کمک کوخه میزد فکر کنم که تیار شده ما چون یا نشده بده پیش گو مانه. خب برای میرم. سایکو پشت سلام رو بدیدی؟ همین او خوراک تیار کرده یه پیش او خورایه. سیم بده. راست میگه گردن اما بعد باشه میگه پخ و سیرپیری ما راست میگه. همین برار ما جبار میتونه ننه ما بگو که ننه جو ما گوی نماییم بگیرین غرزا خور بدیم همون مسلمان ها بعد خدا اینا خیر بده. با ما گفتم شما 5 ماه بعد پولا خور بده. هر 2 سال به چی به نام خدا کته شده بابا میگه مر مقبول میشناسه گیلک پیاری نامه مر میگه بابا. خو وقتی بابا میگه پولا مرتکه نمیدی. الهی شکر از دیشب که برای تو همین شربتار بدادم الهی شکر کوخی تو بستاد خوب شدی حال نشکرم میکنی. السلام علیکم. و علیکم. اشتنی ماما خوبی خیریته؟ خوبی سلامتی؟ کیار هستی؟ شکر. چه خبره مادر جان تو پدر جان تو خوب بودن؟ همه خوب بودن شکر. خیریت بود از این طرفا با امرو به پیش ما آمدی؟ آره غیری ماما جبا جان ماما جو پیرم سلام گفتم بعد از سلام خب گفتم برو به ماما جبار بگو همون پولا بفهمیدین دیگه. بله امی مرتکه شکیلی خریدیم ما بازاب کده. خب پیرم گفتم برو ماما جبار پول وشتون بدیم به می مرتکه. خب بعد از شما خط دادیم 5 ماه حال 2 سال شده خوزادی مرارمون شده عرستی پیار رای نکا مجبور شدم دیگه تا مجبور نمیشدم پیار من رای نمیکا. دیپک جو بله پیار تو راست میگه واقعیت بگم ما ملامتیم. البته ما یک کار اشتباهی از پیش ما بشود. البته خب چی بگم پیار چما واقعیت راست میگه. کوکو جو واقعیت بگم همین بچه ها میرفتم در از این سر به خاطر یک چکدو بعضی ها میدادم بعضی ها باور کن میگفتم گو ما خوش کردن نداریم. واقعیت بگم همون چند تا گوسپنده که من کنج سرا بودم اونا رو بردشون بردم به گنج سودا کردم همین گو خریدم بفهمیدی. فقط به خاطر همین که چکی دو بده که این بچه ها در خونه کم شن. پیار هم راست میگه واقعیت پیار تو برای ما مثلا گفته ما 3 ماه ما برای گفتیم ما 3 ماه بعد پولاتور میدیم با 2 ماه بیچاره پیار تو دیگه گفته گانه وقت میدم 5 ماه فکر کنم حالی که من فکس 2 سال شده. قبول داری؟ بله پیار هم راست میگه کوکو جو دیگه همین فعلا کوکو جو دستم بنده. بازم برای پیار خود سلام بگو خوب. بعد از سلام بگو ماما جبار گفته همین گور برای 2 ماه بعدی خوب 2 ماه بعدی لااقل همین کمکی چاقابات چه ببرم به گنج همین بفروشم. آخه اعمال واقعیت بگم رسی 15,000 فایده میدم اما باز من نگاه میدارم کمکی چاقابات تر شه.
یک 3 ماه دیگه به پیار خو بگو ماما جبار برای ما گفته وقت بدیم همین گاو ببر من کنج گنج بفروشم شما را هم میشه مرم میشه. خوب دیگه ما بودیم خاطر شما گاو خو میفروشی. حالا ماما جو دست ما کو خیلیه من فقط به می گاو چشم منه همین گاو فقط 3 ماه بعد انشالله به کنج گنج ببرم حتمی شما را هم میشه مرم میشه. اگه دست شما خیلی بوده خب همه گوسفندا میفروختیم پولایو میاردیم به قرضا میدادیم شما چرا گاوی میخریدی؟ آخه این کار که من از پیش کو نکردم باور به خدا کو همون خواهرم رضی بود مادرم رضی بود خانومم رضی بودم که همین گوسفندار بفروشم گاوی بخرم حالا می کار ما می اشتباه بشده دیگه شما هم یک سمق زر صبر کردیم 2 سال 3 ماه دیگه هم صبر کنیم بریم دیگه. خب بخیر باشه من چی کار دارم؟ میرم به پیار خو میگم بابا بیایم یک خطی به جینا بده 3 ماه دیگه صبر کنیم. خیر ماما گیپک جو تو هم برای ما تبرغه بگو خیره غمی نداره شما که همون زر صبر کردیم هم 3 ماه دیگه هم برای ما صبر کنیم. خب بخیر باشه خدافظ. همین گپایی که برای تو گیپک زدم به پیار خوب بگی بگم 3 ماه دیگه هم برای ماما جبار صبر کنیم. واقعیت من ملامتم مثلا من گفت 3 ماه 2 ماه دیگه بگو خط نوشته کرد 5 ماه یعنی 2 سال شد ملامتم دیگه چیکار کنم. السلام علیکم بابا. و علیکم. بابا چی با چه کار شغل به ترجمه میفتکی بیا از کجا دست پارچه ای ها چه کار کردی برای بدیدی اونا اوه خب عدی تو بدیدو خب برفتم پیش گیلا گفتک برو پیش برار مجبا خب پیش جبار برفتم گفتک امی گوسفندا خوب بفروختم بودادم برای گاوی گوسفندا خب بفروختم بعد دنبال گاوی بله گاوی ما چه کار کنه قرضا خور میداد من چی خبر دارم یعنی برای خود رفته پولار گاوی خریده بله پولار به من نآورده به قرضا خو نداده برفته به خود گاوی به درخونه خو خریده بله من چه کار کنم دیگه چی گو دیگه گفتک امی بچه هم میگو گدا کاسه چاش و چاش میرفتم دوغ میستونم خب میگوتی ما چه کار کنی شما گدا کاسه ما چه کار کنی ما با بلا افتادیم که خود شما خیزی کردین آخه چند سال شده می نگفتی بریو بو گفتم 2 سال شما گفتک 3 ماه دیگه صبر کنی چند ماه دیگه صبر کنی 3 ماه 3 ماه بله. الان من گاو از اون نشون بدم که چی گپه تو پولا من نمیدی میری گاو میخری ها خب این زمین رو چه کار کنم ایوه یا نگو رادینو Thank you.